تو چرا حرفی به تیم کارگردانی نگفتی که این آقا رو اخراج کنن؟ بچا گرفتن یک بوس زوری، لمس کردنای بدون اجازه فکر نکنم میتونست دلیل اخراج این آقا بتونه باشه از برنامه، چون این آقا توی برنامه توی اتاق پسرا یکی از پسر رو خفه کرد قشنگ به قصد کشت خفش کرد و تا چند روز جای انگشتاش روی گردن این آقا بود و اخراج نشد. دهن منو باز نکنید، نذارید بگم. خانم آیدا شما چجوری با همچین آدمی موندی؟ این آدم هم ضد زنه هم ضد مرده، اصلا کلا ضد انسانیته. دهن منو باز نکنید دیگه. شما توی این ویلا قلدر بودید. کسی جرئت نمی‌کرد راجع به این مسائل حرف بزنه. تنها کسی که ازش می‌ترسید من بودم که منم حرف میزنم. میگم اینا رو. اونجا همه سکوت کردن، هیچی نگفتن، تا روز آخر هیچی نگفتن. حتی زمانی هم که من گفتم اومده گفته که نه همچین چیزی نیست، تو اینجا ویلا نیست دیگه، نمیتونی فیلم بازی کنی. دیگه فیلم نمیتونی بازی کنی. نمیتونی. و همینطور آقایی که میاد میگه که کسی که بهش تعرض شده نمیاد بگه. و ببینید یاسمن چقدر بی‌بندوباره که میاد همچین مسئله‌ای رو میگه. بکنم افرادی مثل ایشون عادت دارن که هر جور که بخوان با خانم رفتار بکنن، هر جور بخوان لمسشون بکنن، هر غلطی دلشون بخواد بکنن و اون خانم هیچ عکس العمل نشون نده و هیچ کاری نکنه و به هیچ کس نگه و لال باشه و سکوت بکنه و اینا هم به زندگیشون ادامه بدن. واسه همین آره ما بی‌بندوباریم به خاطر کاری که شما میکنید. آره ما بی‌بندوباریم. و در مورد دست زدن که ادعا دارن اون ویلا روی سرشون خراب میکردن، من واقعا همچین فکری نمیکنم. دختری که انقدر ادعای عاقل بودن داره، انقدر ادعا داره که من همه چیزو میدونم، من همه چیزو بلدم، من خیلی تجربه کسب کردم و از این جور حرفا، چه جوریه که 2 روز بعد از فینال کات میکنه؟ 2 روز. دقت کنید 2 روز. و خودش فیلم خیانت دوست پسرش که سجاد باشه رو پخش میکنه به هم میزه و دوباره زمانی که برنامه شروع میشه دوباره ویدیوهای پخش میکنه که زمانی که هم سجاد با من توی آشنایی بود، هم تازه با یاشار کات کرده بود و هم بعدش میاد شیر میکنه. من تو هیچ کدوم از اون ویدیوها نیستم. شما که حرف از شرف میزنید چه جوری با آدمی مونی که تا الان 10 بار بهت خیانت کرده، همه هم میدونن، خودت هم میدونی، اینو بیا توضیح بده. در مورد خانم یلدا و به خانم آیدا اینا اضافه بکنم که این افراد معتقدن که تیم کشی نشده و از قبل هم یعنی نمیدونستن که قراره بیان تو برنامه، اصلا خبر نداشتن، اصلا نمیدونستن، کاملا اتفاقی اومدن وارد برنامه عشق ابدی شدن توی استانبول به این بزرگی، کاملا اتفاقی همو دیدن و در ادامه بازم کاملا اتفاقی، دقت کنید کاملا اتفاقی، کسایی که اونا میشناسن ولی ما نمیشناسیم وارد برنامه میشن. من 9 سال تو این کشورم، 9 ساله، چرا من هیچ کدوم از دوستان به صورت کاملا اتفاقی تو این برنامه ندیدم؟ شما جایی که داری با سجاد آشنا میشی، با سرجیو آشنا میشی، بین یلدا و سرجیو به سرجیو رأی خروج میدی، نه به یلدا. بعد گریه میکنیم، یعنی بالا میگه بچه‌ها گریه ها به نظرتون